I love this world, you know? I love the world of culture and art. من شاعرم. چرا دروغ میگی؟ دوستان یکی از شعرامو براتون بخونم؟ Yeah. This is your first work published in English. This must have been very exciting for you. من بلدم. شما مثل اینکه نمیفهمید. من دارم با اون میزنم که شما بهتر گوش بدین، چون دو نفر که نمیتونن دو تا صدا با هم دیگه از یه دونه کیبورد در بیارن. یه نفرم اینجا باشه که میفهمه منم. دوباره نگو شما نمیفهمید، حتی اگر من نمیفهمم. موهای بدن همیشه برعکس موهای سر عمل میکنن. برای موهای سر دعا میکنید که موهاتون نریزه. البته شما نه آقای رویانی، ماشاءالله همیشه پرپشت و پرمو هستید. جون میدی واسه کشتی. پشت کیبورد که دیدمت فهمیدم. مراد تشویش داری؟ تشویش چرا؟ همین که به هر حال فهمیدن متالیکا داره میاد. برای چی اینقدر تبلیغ می‌کنی؟ اسپانسرام دقیقاً به همین خاطر بهمون تبلیغ دادن. سارا جان من نمیتونم روی هیچ کدوم از برنامه‌ها تمرکز کنم. آفرین.